ای اهل ایمان، دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان دوست اختیار مکنید. شما با آنها اظهار دوستی میکنید در حالی که آنها نسبت به آنچه به حق برایتان آمده کافرند. آنها پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان به الله که پروردگارتان است از دیارتان اخراج کردند. اکنون اگر برای جهاد در راه من و رضایت من بیرون آمده اید، در نهان با آنها اظهار مودت نکنید، زیرا من به آنچه در نهان میکنید یا آشکارش میسازید آگاه ترم. چنانچه کسی از شما مرتکب چنین کاری شود، بیشک راه درست و رستگاری را گم کرده است. چنانچه بر شما مسلط شوند با شما چون دشمنان رفتار میکنند و دست و زبانشان را برای آزار شما میگشایند، زیرا دوست دارند که شما نیز کافر شوید. نسبت‌های خویشاوندی و فرزندانتان در روز قیامت هیچ نفعی برای شما نخواهند داشت، زیرا خدا میانتان جدایی می‌افکند و خداوند نسبت به عملکردتان بیناست.